هوش مصنوعی در حال تغییر همه چیز است. اما هنوز همه نمیدانند چگونه از آن استفاده کنند. آیا درباره هوش مصنوعی کنجکاو هستند اما نمیدانید از کجا شروع کنید؟ اگر زبان انگلیسی زبان اول شما نیست، اگر تکنولوژی برایتان پیچیده و گیج کننده به نظر می رسد، اگر هوش مصنوعی برایتان دور از دسترس احساس می شود، پس این ورکشاپ دقیقاً برای شماست. ما در انفکت هوش مصنوعی را به زبان ساده‌ای به میان مردم آوردیم. هدف ما حمایت از پناهندگان، مهاجرین، جوامع مائوری و پاسیفیک و همچنین سازمان‌های خیریه در نیوزیلند است تا همه بتوانند از این تکنولوژی بهره مند شوند. در این ورکشاپ شما اصول ابتدایی هوش مصنوعی و طریقه استفاده از ابزارهای مانند گوگل جمینای را برای انجام کارهای روزمره زندگی و کار یاد می‌گیرید. برای مثال، در زندگی روزمره تهیه متن ایمیل، ترجمه زبان‌ها، تهیه CV و تقاضای کار. در کار، تهیه پلان پروژه و یا خلاصه کردن اسناد. هیچ تجربه تکنیکی نیاز نیست. فقط مهارت‌های عملی که می‌توانید فوراً استفاده کنید. ساده و کاملاً رایگان است. به ما بپیوندید و با اعتماد به نفس از هوش مصنوعی استفاده کنید. عقب نمانید. استفاده از هوش مصنوعی را همین امروز بیاموزید.